چهره دوست داشتنی که میلیون ها نفر طرفدار داره و خاطرات به یاد ماندنی از خودش به جا گذاشته به پایان خودش نزدیک شده و واقعا نمیشه هیچ وقت این بازیکن رو فراموش کرد. من پسر بارانی هستم، به کانالم خوش اومدید. کریستیانو رونالدو دو سانتوس اویریو، این بازیکن فوتبال اهل پرتغال که زاده 5 فوریه 1985 هستش به عنوان کاپیتان برای باشگاه النصر در لیگ حرفه‌ای عربستان و تیم ملی فوتبال در پست مهاجم در حال حاضر داره بازی میکنه. اونو اغلب ما به عنوان یکی از بازیکنان بزرگ دوران خودمون میشناسیمش. رونالدو بیشتر از هر بازیکن اروپایی که ما فکرش میکنیم توپ طلا کسب کرده. 5 جایزه توپ طلا داره، 4 جایزه کفش طلای اروپا رو دریافت کرده. او در طول دوران حرفه‌ایش 35 جام کسب کرده که شامل 7 عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا است، 1 جام ملت‌های اروپا و 1 لیگ ملت‌های اروپا هستش. رونالدو برای بیشترین بازی 183 بازی کرده، بیشترین گل زده، 140 تا گل زده و بیشترین پاس گل 42 پاس در لیگ قهرمانان اروپا رو داشته. بیشترین گل زده در جام ملت‌های اروپا رو داشته، 14 گل زده در اون بازی رو داشته. بیشترین بازی ملی رو داره، 217 تا بازی ملی داشته این بازیکن اهل پرتغال. بیشترین گل ملی در فوتبال مردان نزدیک به 135 تا گل ملی رو داشته. او از معدود بازیکن‌هایی هستش که بیش از 1200 بازی رسمی حضور داشته و بیش از 900 گل برای باشگاه خود و کشورش به ثمر رسونده. همچنین تنها بازیکنیه که در 5 مسابقه جام جهانی گل زده و این بازیکن در حال حاضر تو النصر بازی میکنه و پیراهن شماره 7 مشهور هست که مال رونالدو هستش. سالهای 2002 تا 2003 اسپورتینگ بازی میکرده، 2002 تا 2003 که در اسپورتینگ بازی میکرده 25 تا بازی انجام داده و 3 تا گل زده. بعد از اون تو 2003 تا 2009 به تیم منچستر یونایتد رفتن و 196 تا بازی برای تیم منچستر یونایتد انجام دادن و 84 تا گل برای تیم منچستر زدن. از 2009 تا 2018 به تیم رئال مادرید رفتن و 292 بازی برای رئال مادرید انجام دادن و 311 تا گل برای این تیم اسپانیایی به ثمر رسوندن. بعد از اون از 2018 تا 2021 به تیم یوونتوس رفتن و 98 تا بازی برای اون یوونتوس ایتالیا انجام دادن و 81 گل برای این تیم ایتالیایی به ثمر رسوندن. بعد از اون 2021 تا 2022 دوباره به تیم منچستر یونایتد اومدن و نزدیک به 40 تا بازی انجام دادن و دوباره به 19 گل تو این تیم به ثمر رسوندن. از 2003 تا الان برای تیم النصر بازی کردن و 77 تا بازی انجام دادن و 74 تا گل به ثمر رسوندن. این بازیکن دوست داشتنی از 2001 برای تیم ملی زیر 15 سال پرتغال، برای زیر 17 سال پرتغال، زیر 20 سال پرتغال، زیر 21 سال پرتغال و زیر 23 سال پرتغال بازی انجام دادن. این بازیکن دوست داشتنی اهل پرتغال او بازیکن حرفه‌ای که ما در اسپورتینگ در رده بزرگسالان در واقع بازی خودش شروع کرد. اولین بازی که انجام داد برای تیم منچستر تو سال 2003 در 18 سالگی انجام دادش و در این تیم تو همون سال به قهرمانی جام حذفی باشگاه انگلستان دست پیدا کرد. این بازیکن دوست داشتنی پس از اینکه لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه اروپا وارد شد برنده اولین توپ طلا شد، یعنی تو 23 سالگی تونست توپ طلا را کسب کنه
رونالدو هنگامی که میخواست به رئال مادرید بره تو سال 2009 به گرانترین بازیکن فوتبال تو زمان خودش تبدیل شد و با 80 میلیون پوند به رئال مادرید رفت، یعنی 94 میلیون یورو. شما فکر کنید با چه قیمت عجیبی تو 2009 به تیم رئال مادرید رفت. وقتی تو رئال رفت 15 تا جام کسب کرد که شامل 2 تا لالیگا بود، 2 تا کوپا دل ری بود و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا و بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید نیز تبدیل شد. ما قبلا میگفتیم راول گونزالس بازیکن دوست داشتنی اهل اسپانیا که ما فکر میکردیم اون بهترین گلزن تیم رئال مادرید، اما واقعا اینو رونالدو کسب کرد و بهترین گلزن رئال مادرید بود. 4 بار که پشت سر هم دو سال 2013 2014 و 2016 و 2017 برنده توپ طلا شد، یعنی 3 بار پشت سر رقیبش لیونل مسی قرار گرفت. تو سال 2018 با مبلغ 100 میلیون یورو از رئال مادرید به یوونتوس پیوست که گرانترین بازیکن در لیگ ایتالیا و همچنین گرانترین بازیکن بالای 30 سال رو تو دنیا به اسم خودش ثبت کرد. با این تیم 2 قهرمانی سری آی ایتالیا رو کسب کرد، قهرمانی و 2 قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا رو هم کسب کرد. تو سال 2021 دوباره به منچستر یونایتد برگشت و به تیم دوست داشتنی که خودش میگفت همیشه دوست داشتم اونجا باشم رفت. پس از فسخ قراردادش به این باشگاه تو سال 2023 یک امضا با تیم عربستانی امضا کرد و به عربستان رفت و در حال حاضر تو النصر بازی میکنه و این بازیکن دوست داشتنی الان تو النصر بازی میکنه و به پایان فوتبال خودش هم داره نزدیک میشه، چون بازیکنیه که تقریبا همه عناوین فوتبال رو کسب کرده و واقعا دوست داشتنیه و من خودم یکی از طرفداراشم. اما چه فایده که از نزدیک به پایان فوتبال خودش داره میشه. خب به پایان ویدیومون نزدیک شدیم و ممنون میشم حمایتم کنید، لایک و سابسکرایب یادتون نره.